به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع می‌کنیم. کتاب جنون شهرت، نویسنده برت کار هستش و مترجم آقای مهیار علی نقی و انتشارات بینش نو در تهران در سال 1404 این کتاب رو چاپ کرده. ابتدا نوشته کوتاهی رو در مورد نویسنده کتاب برای شما میخونم و سپس این کتاب رو با هم ورق میزنیم. پروفسور برت کار بیش از 35 سال سابقه فعالیت در حوزه سلامت روان دارد. او عضو ارشد مرکز روابط تویستاک، بخشی از مؤسسه روانشناسی طبی تویستاک لندن است و همینطور مشاور امور روانشناختی در مرکز مشاوره بالینت. کار مشاور امور روانشناختی مرکز بالینی لندن و عضو هیئت امنای موزه فروید و انتشارات موزه فروید نیز هست و سرپرستی و ویراستاری مجموعه تکنگاره‌های رواندرمانی قانونی و همینطور ویراستاری مجموعه تاریخ روانکاوی در انتشارات کارنک را هم بر عهده دارد. برت کار عضو انجمن روانکاوی بریتانیا و انجمن رواندرمانی بریتانیا است و در منطقه همستد در شمال لندن به رواندرمانی انفرادی و زوج‌درمانی اشتغال دارد. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. چرا افراد معمولی و باهوش توسط زندگی افراد مشهور جادو، شیفته و مجذوب می‌شوند؟ این پرسش تأمل برانگیز که توسط برت کار در کتاب خود با عنوان جنون شهرت مطرح شده است، خوانندگان را به کاوش در پدیده پیچیده و گیج کننده پرستش افراد مشهور فرا می‌خواند. در دنیایی که از جذابیت شهرت اشباع شده است، برت کار زیربنای روانی را جستجو می‌کند که افراد را به جستجوی آرامش، الهام یا فرار به سوی زندگی افراد مشهور سوق می‌دهد. این کتاب تحقیقی در مورد جنون، شیفتگی و گاهی اوقات وسواسی است که فرهنگ سلبریتی‌ها را احاطه کرده است. همانطور که ما در تجزیه و تحلیل برت کار کاوش می‌کنیم، از خوانندگان دعوت می‌شود تا جذابیت روانشناختی شهرت را کشف کنند و تأثیر عمیقی را که بر روان جمعی ما می‌گذارد درک کنند. کتاب با تصدیق نفوذ فراگیر فرهنگ سلبریتی شروع می‌شود و زمینه را برای بررسی عمیق این موضوع فراهم می‌کند که چرا افراد منطقی تسلیم افسون افراد مشهور می‌شوند. نویسنده به ریشه‌های روانی که زمینه‌ساز پدیده سلبریتی است می‌پردازد. او با تکیه بر تخصص خود، پیچیدگی‌های هویت، عزت نفس و میل ذاتی انسان به ارتباط و معنا را طی می‌کند. او روشن می‌کند که چگونه زندگی افراد مشهور که اغلب از دریچه رسانه‌ها نمایش داده می‌شود، به بوم نقاشی تبدیل می‌شود که افراد امیدها، رویاها و خیالات خود را بر روی آن ته می‌ریزند. کاوش برت کار فراتر از تحلیل سطحی شیفتگی افراد مشهور است. او عوامل تاریخی، فرهنگی و تکاملی را بررسی می‌کند که ممکن است در گرایش جمعی ما برای ارتقای افراد خاص به جایگاه نیمه خدایان نقش داشته باشد. کار با ریشه‌یابی این پدیده خوانندگان را به تأمل در مورد جذابیت ماندگار شهرت در طول تاریخ بشر دعوت می‌کند. یکی از جنبه‌های جالب جنون شهرت بررسی تأثیر فناوری و اشباع رسانه‌ها
بر نحوه درک و تعامل ما با افراد مشهور است. کار نقش رسانه‌های اجتماعی، تلویزیون و اخبار 24 ساعته را در تقویت تجربه سلبریتی، محو کردن مرزهای بین زندگی عمومی و خصوصی بررسی می‌کند. با انجام این کار، او خوانندگان را ترغیب می‌کند تا به این فکر کنند که چگونه چشم‌انداز رسانه‌های مدرن روابط ما با شهرت را شکل می‌دهد. کار همچنین با جنبه تاریک‌تر فرهنگ سلبریتی درگیر می‌شود. دام‌ها، رسوایی‌ها و پیامدهایی که می‌تواند از پیگیری بی‌امان ستایش عمومی ناشی شود. این کتاب با بررسی تلاقی سلامت روان، اعتیاد و فشارهای شهرت، تلفاتی را که پرستش افراد مشهور می‌تواند بر سر افراد مشهور و پیروان سرسخت آنها وارد کند، روشن می‌کند. به طور خلاصه، جنون شهرت یک سفر فکری است که فراتر از شیفتگی سطحی به شهرت است. کاوش برتکار یک فرو رفتن عمیق در ابعاد روانشناختی، فرهنگی و تاریخی پرستش افراد مشهور است و به خوانندگان درک دقیقی از اینکه چرا افراد باهوش به سوی جذابیت شهرت کشیده می‌شوند ارائه می‌دهد. چه یک ناظر فرهنگی باشید، چه یک مشتاق روانشناسی یا فردی که در مورد رابطه خود با فرهنگ سلبریتی تأمل می‌کند، این کتاب نوید کاوشی روشنگر و تفکر برانگیز در مورد پدیده‌ای را می‌دهد که در زندگی مدرن ما نفوذ می‌کند. فصل نخست به روانشناسی پدیده سلبریتی و آسیب شناسی خودشیفتگی می‌پردازد و فصل دوم وضعیت روانشناختی کسانی را بررسی می‌کند که از شهرت دیگران به وجد می‌آیند و به معنای عام‌تر در فرهنگ سلبریتی زندگی می‌کنند. فصل سوم تاریخ مختصری از مفهوم سلبریتی ارائه می‌دهد. کار در فصل چهارم به بررسی بعضی مفاهیم نظریه فرود و وینیکات می‌پردازد که زیربنای مهمی برای بررسی پویایی‌های روانشناختی شهرت به دست می‌دهند و در فصل پنجم نظریه جامع‌تری در باب ریشه‌های ناهوشیاری ارائه می‌دهد که زمینه‌ساز شهرت پرستی و شهرت طلبی هستند. کتاب در فصل ششم با بررسی پویایی‌های روانی پدیده سلبریتی و شهرت و با این مدعا به پایان می‌رسد که ای بسا دیده شدن و به رسمیت شناخته شدن از سوی اعضای خانواده و دوستان و در بستر امن زندگی خانوادگی بهترین راه اشتهار و سلبریتی بودن باشد. جنون شهرت نظریه‌ای روانکاوانه در باب ریشه‌های وسواس ما با شهرت ارائه می‌کند. مطالعه این کتاب برای رواندرمانگران و پژوهشگران روانکاوی و نیز برای خوانندگانی که به روانشناسی شهرت علاقه دارند حائز اهمیت خواهد بود. فروید که مقداری مرفین تزریقی برای تسکین درد جسمانیش دریافت کرده بود، حوالی ساعت 3 صبح شنبه 23 سپتامبر 1939 در اتاق کارش و پس از 1.5 دهه جدال با سرطان در لندن از دنیا رفت. خبر درگذشت فروید به سرعت در سراسر جهان پخش شد و پوشش خبری وسیعی در مطبوعات و رادیو جلب کرد. برادرزاده‌اش هری فروید در حال قدم زدن در تایمز اسکوئر نیویورک بود که خبر مرگ عموی نامدارش را شنید. روانپزشک سرشناس انگلیسی پروفسور دنیس هیل به یاد می‌آورد که وقتی بنگاه خبر پراکنی بریتانیا BBC خبر درگذشت فروید را در بخش خبری رادیو اعلام کرد، گروهی از کارگران
یدی در قهوه‌خانه‌ای در جنوب لندن و حوالی بیمارستان مادلی کلاه‌های متحدالشکلشان را به نشانه احترام از سر برداشتند. کتاب کوچک به قلم برتکار رهیافتی به فهم روانکاوانه شهرت و پدیده سلبریتی در اوایل قرن 21 ارائه می‌دهد که بر مبنای اندیشه فروید استوار شده است. چرا افراد باهوش شیفته شهرت می‌شوند؟ کتاب جنون شهرت نگاهی نو به تبیین روانکاوانه پدیده سلبریتی و شهرت در دنیای معاصر است. برتکار در این اثر با بهره‌گیری از مبانی فرویدی آسیب شناسی خودشیفتگی را تحلیل می‌کند. در تاریخ هرچه بیشتر به عقب بازگردیم، رابطه فلسفه با زندگی بیشتر و عمیق‌تر می‌شود. در دوران باستان که اساساً فلسفه در اصل شیوه زندگی بود و فیلسوفان کسانی بودند که می‌خواستند خردمندانه ترین روش زیستن را فهم و تجربه کنند، طبیعتاً پس از آن یافته‌های خود را به دیگران نیز ارائه می‌کردند. در همان حال و هوا بسیاری از فیلسوفان بر این باور بودند که آرمان زندگی خردمندانه در گمنامی است و شعار مشهور آنان این بود: گمنام بزی. و برخی بر این سخن این مطلب را هم می‌افزودند: آن کس که خوب پنهان شد خوب زندگی کرد. اما امروزه اوضاع از هر نظر متفاوت است. همان گونه که فلسفه از زندگی فاصله گرفته است، زندگی نیز از آن آرمان فلسفی دور شده است. بهترین نشانه و شاهد برای این امر همین شهرت و شهرت طلبی است. برخلاف آن دیدگاه فلسفی باستانی، امروز زندگی آرمانی بیشتر افراد این است که مشهور شوند. میل شدید به شهرت باعث شده که افراد برای مشهور شدن حاضر باشند دست به هر کاری بزنند. بله، دقیقاً هر کاری. شهرت سودی است که به هر هزینه‌ای می‌ارزد. هدفی است که هر گونه ابزاری و هر کاری را توجیه می‌کند. حتی کارهای بی‌معنی، زشت، غیر اخلاقی. پس آیا شهرت خر است و باید به آن فحش رکیک داد؟ نه، مسئله اصلاً به این سادگی نیست. یکی از پیچیدگی‌های مسئله شهرت این است که انواع گوناگونی دارد. برای مثال، همان فیلسوفانی که دعوت به گمنامی می‌کردند مشهور شدند و امروزه شهرت جهانی دارند. همه افراد مشهور یک جور نیستند. برای اینکه به کسی بر نخورد و هموطنان عزیز ناراحت نشوند، از موارد وطنی مثالی ذکر نمی‌کنیم. به جای افراد بومی، ماهاتما گاندی و لیدی گاگا را مقایسه کنید. هر دو مشهورند و شهرت آنها نیز جهانی است. اما آیا شهرت آنها از یک نوع است؟ با کمی تأمل روشن می شود که در اینجا با دو نوع شهرت مواجه هستیم. یک، شهرتی که ناشی از تلاش و استعداد و دستاوردهای با ارزش است و دومی شهرتی بادآورده که مبتنی بر هیچ چیز فوق‌العاده‌ای نیست. کارنامه گاندی روشن است، اما لیدی گاگا به خودی خود چه دارد که او را در جهان از دیگران متمایز کرده است؟ سواد، صدا، چهره یا حتی ارزشمندترین چیزی که دارد، یعنی عینک‌های آفتابی‌اش، هم صدها نمونه مشابه دارد. عینک‌هایی که هر کدام از شیشه‌هایش به اندازه یک ماهیتابه است و نیمی از چهره پرهرج و مرج او را می‌پوشانند. بدبختی بزرگ اینجاست که لیدی گاگا یک مورد استثنایی نیست. نمونه‌های موفق دیگر بازیکنان مشهور فوتبال هستند، همانها که موهایی برای خود ساختند که گویی یک قابلمه ماکارونی روی جمجمه آنها خالی کردند. البته این کتاب درباره خود شهرت است و نه افراد مشهور. جستاری فلسفی در شهرت است، شهرتی که امروزه رایج شده و با شهرت سنتی بسیار متفاوت است. امروزه شهرت کلاً از همین نوع است. مصیبت بزرگتر هم این است که نه تنها خوانندگان و بازیگران و بازیکنان
بلکه بیشتر افراد همین را میپسندند و برای آن لهله میزنند. این روزها تقریبا همه و به هر قیمتی میخواهند مشهور شوند. دست به هر چیزی میزنند تا افراد بیشتری به آنها نگاه کنند. یکی از علل این امر آن است که امروزه شهرت در دسترس همگان است. به عبارت دیگر امکانات مشهور شدن برای همگان میسر است، چیزی که در گذشته فقط برای تعداد بسیاری اندک از افراد فراهم بود. این وضعیت باعث شده که با نوعی خاص از شهرت مواجه شویم که نویسنده آن را شهرت بادآورده مینامد. در این کتاب همین شهرت است که مورد تأمل قرار میگیرد. شهرت بادآورده نشان دهنده این امر است که اساساً فرهنگ دچار انحطاط کلی شده است. منظور از فرهنگ در اینجا فرهنگ غرب است. البته منظور از غرب جغرافیایی نیست، بلکه ایده غرب است. این ایده محصور در غرب جغرافیایی نیست و امروزه در سراسر جهان تحقق پیدا کرده است. به تبع این رواج شهرت بادآورده نیز در سراسر جهان شایع شده است. اما این نوع شهرت مبتنی بر دیدگاهی است که از جنس فلسفه است. به عبارت دیگر پیش‌فرض‌های فلسفی دارد. بنابراین برای فهم یا نقد آن به طور طبیعی پای فلسفه به میان می‌آید. غرب به آن معنا مبتنی بر دو اصل فلسفی است که یکی ریشه در یونان باستان دارد و دیگری مربوط به دوران روشنگری در قرن 18. اولی عینیت یا واقع گرایی است و دومی فردیت یا فردگرایی. نویسنده نشان می‌دهد که هر کدام از این دو ایده یک معنای درست دارد و یک شکل انحرافی. شهرت بادآورده مبتنی بر شکل انحرافی آنهاست. بنابراین شهرت مبتذل و بادآورده غربی مبتنی بر تحریف دو دیدگاه فلسفی است. البته در جزئیات و تفصیل مباحث نظریه‌های فلسفی دیگری نیز مورد توجه و استفاده نویسنده هستند. برای مثال نظریه‌های همتراسازی کگور، افیون توده‌های مارکس، سبکی تحمل ناپذیر هستی میلان کندرا و نظریه ارزش کار مارکس. ترکیب همه این مباحث اثر دلکشی را به وجود آورده است که در عین حال عمیق است. از این رو این کتاب از نوع آثار زرد و لمپن نیست، واقعا یک کتاب فلسفی تمام عیار است، اگرچه اصلا خشک و سخت و عبوس نیست. برعکس روان و شیرین و جذاب است و حتی خالی از طنز و شوخی هم نیست، اما در این حال درست و دقیق است. در سراسر کتاب نیز مباحث با مثالها و نمونه‌های عینی همراه است، مواردی از رسانه‌ها، هنر، سیاست و ورزش. ارزش این کتاب اندک نیست، زیرا همه آنچه میگوید منحصر به شهرت نمی شود. سخنان نویسنده تبعاتی دارد که در اخلاق و سیاست هم بسیار اثرگذار است. در یک کلمه این کتابی است که درباره زندگی مدرن معاصر امروزی نوشته شده است. مطالعه این کتاب یاد گرفتن مطالبی معدود درباره یک موضوع محدود نیست، بلکه یک آشنایی عمیق با کل زمانه است که در آن به سر میبریم. در این گفتار نه درباره خود سلبریتی ها، بلکه درباره آنها که سلبریتی ها را میپرستند و بزرگ می‌دانند صحبت می‌کنیم و این را تلاشی برای درک فرهنگ توده مردم. اینکه سلبریتی ها دچار خودشیفتگی هستند یا شخصیت نمایشی دارند، اگرچه مثل سایر افراد جامعه می‌تواند صحیح باشد، ولی نمی‌توان به تمام سلبریتی ها آن را تعمیم داد. به خاطر داشته باشید شخصیت‌های مشهوری چون مادر ترزا و چارلی چاپلین هم در گروه سلبریتی ها قرار می‌گیرند. از سوی دیگر اذهان ما مخاطبان که پول خوبی می‌پردازیم تا بازار شهرت گرم بماند، آبستن تعارض‌های درون روانی به مراتب بیشتر و بزرگتری است. از چارلی چاپلین نقل شده که هرگز نفهمیده مرد مشهوری است. او ساکت و آرام در لس آنجلس کار می‌کرده و در ساختمان محقری زندگی می‌کرده است. بعد برای تعطیلات به نیویورک می‌رود. بعد چارلی چاپلین را همه جا می‌بینند، روی بسته‌بندی شکلات‌ها،
صابون‌ها، در مغازه‌ها. گفت کارکنان سالخورده بانک ادای مرا در می‌آوردند تا سر بچه‌هایشان را گرم کنند، اما خودش حتی یک نفر را هم در نیویورک نمی‌شناخت. او در خیابان‌ها قدم می‌زد در حالی که مشهور بود و با این حال ناشناخته. یک هنرپیشه امریکایی شهرت را با آلزایمر مقایسه می‌کند و می‌گوید تو کسی را نمی‌شناسی اما همه تو را می‌شناسند. همه معترفند که سلبریتی‌ها با مسائل روانشناختی، بیماری و ابعاد تیره و تار مشهور بودن دست به گریبانند، اما مخاطبانی که پول می‌دهند تا نمایان شدن دنیای درونی سلبریتی‌ها را تماشا کنند چطور؟ راستش می‌خواهم نه بر سلبریتی‌ها که بر مخاطبان یعنی من و شما متمرکز شوم تا ببینیم چرا ما تماشاگران اینطور غرق زندگی سلبریتی‌هایمان می‌شویم و دغدغه وسواس‌گونه‌ای نسبت به آنها پیدا می‌کنیم. سلبریتی‌ها چه نقش یا نقش‌هایی در دنیای درونی ما بازی می‌کنند؟ سلبریتی‌ها چه کارکردهایی در زندگی ناهوشیار گروه‌های بزرگی دارند که ما نیز عضوی از آنهاییم؟ ما به سلبریتی‌هایمان پول کلان می‌پردازیم تا بتوانند به سلبریتی بودن ادامه دهند. تامین کننده های مالی برنامه‌های تلویزیونی سرگرم کننده مسابقات تلویزیونی و تبلیغات از این دسته هستند. نمیتوان تلویزیون را روشن کرد و در مقابل سیل برنامه‌های قرار نگرفت که یا سلبریتی ها را با آب و تاب فراوان نمایش میدهند و یا به مردان و زنان گمنام و عادی وعده سلبریتی شدن میدهد، مثل خندوانه شو یا ماه عسل. سیاستمداران نیز به رغم مسئولیت‌های خطیر و دست و پاگیرشان کماکان زمانی مقتضی را به مصاحبت و معاشرت با سلبریتی‌ها اختصاص می‌دهند. راستش در بسیاری از موارد هم دیالوگی با اهالی حرف نمایشی تقریباً کمابیش پیش شرط ورود به عالم سیاست شده است. سرعت انقراض ما سریع‌تر از آن نیست که فکر می‌کنیم. شاید فتیش‌سازی از سلبریتی‌ها قرن‌هاست که نقش بسیار مهمی در عرصه روانی ما بازی می‌کند. شاید در زندگی‌های عموماً عادی و بی‌هیجانمان نیاز ناهشیار نیرومند و دیرپایی به چنین افرادی احساس می‌شود. پیش پا افتاده‌ترین مداقه‌ها یا مداقه‌های تاریخی نشان دهنده دغدغه هزاران ساله آدمی با شهرت است و مراقبت و علاقه پادشاهان به شهرت در قرن‌های گذشته نشان دهنده این ادعاست. در حقیقت تب و تاب مشهور شدن که در پیکره تاریخ فرهنگی ما تنیده شده است، شاید ظهور روانکاوی فرویدی تنها فرصت ما برای فهم این مطلب است که میل به ساختن سلبریتی هایی که بتوانیم آرمانیشان کنیم، بپرستیمشان و البته منکوبشان کنیم بخشی از ماهیت بشری ماست. دوم اینکه میل به ستاره ساختن یا ستاره شدن چنان مفتونمان کرده که نقش مخاطبان را نادیده میگیریم و فراموش میکنیم که مخاطبان در رابطه پیچیده و تو در توی خود و سلبریتی ها، یعنی در رابطه آنانی که راضی‌اند تا دیده شوند و آنانی که تماشا میکنند، سهم به مراتب بیشتر و مهمتری دارند. فروید در نوشته‌ای که بعدها در ترجمه انگلیسی با عنوان رمزهای خانوادگی انتشار یافت، به صورت مختصر به پدیده‌ای پرداخت که میان کودکان شایع و رایج است و حسب آن کودک خود را در ساحت خیال نه فرزند آقای فلان و خانم بهمان که فرزندی از دودمان اشراف تصور می‌کند. فروید بر آن است که این رویا پردازی‌ها و خیال بافی‌ها در راستای ارضای بعضی آرزوها عمل کرده و سعی بر اصلاح زندگی واقعی دارند. به عبارت دیگر، تخیلات کودک معطوف خلاصی از والدینی می شود که حال آنان را خوار می بیند و در عوض می کوشند تا آنان را با دیگرانی جایگزین کنند که علالقاعده از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردارند.
زیگموند فروید دریافت که دغدغه یافتن زندگی پرزرق و برق و شاهانه و پرآوازه بیش از هر چیز ریشه در ناکامی‌های کودکانه دارد. شاید اگر مادران و پدران آینده بیش از اینها فرزندانشان را ببینند و به آنان عنایت ورزند و کاری کنند که آنان خود را ستاره حس کنند و میل به ظاهر شدن در قامت یک سلبریتی کمتر از این نمایان شود. وینیکات معتقد است افراد مشهور در این مورد خاندان سلطنت و دیگر اشراف در ذهن ما و در ساحتی نمادین جایگزین تصویر پدر و مادرند. دوم اینکه وینیکات میگوید که گویا ما شهروندان نیاز داریم تا از محل استقرار این والدین نمادین مطلع باشیم و مطمئن شویم که آنها نمردند. به عبارت دیگر، زیر و رو کردن گزارش‌های مجله‌ها یا سایت‌های ویژه طرفداران ما را قادر می‌سازد تا بفهمیم سلبریتی‌های محبوبمان که در ساختن نمادین در مقام والدین قرار می‌گیرند کجایند و چه می‌کنند. با این کار هم از شادی دانستن اینکه نمرده‌اند برخوردار می‌شویم و هم به کرات بر آنان اعمال سلطه و نظارت می‌کنیم، زیرا همه چیز را درباره زندگی خصوصی آنان می‌دانیم. بنابراین هواداری که درباره سلبریتی‌ها تخیلات جنسی دارد یا انواع ناسزاها را نثار آنان می‌کند، آن شخص مشهور را به مثابه موضوعی آبجکت برای ارضای بعضی نیازهای ناهوشیار خود به کار می‌گیرد. سلبریتی‌ها نیز می‌توانند از هوادارانشان به مثابه موضوع آبجکت استفاده کنند. برای مثال وقتی یک سلبریتی در مقابل مخاطبانی گسترده به اجرای برنامه می‌پردازد تا دیده شود، شنیده شود و البته کسب درآمد کند، سلبریتی مزبور از هوادار یا هوادارانش به مثابه موضوعهایی یا آبجکت استفاده می‌کنند که نیازهای مختلفی را برآورده می‌سازد. اگر دیدگاه روانکاو وینیکاتی را بست دهیم، چهره‌های برجسته موضوعهایی درونی می‌شوند که برای تقلیل و تخفیف ترس از رها شدن دنبالشان می‌کنیم و خشن‌ترین آرزوهای مرگبارمان را معطوفشان می‌کنیم تا نفرت بدوی خودمان را متعادل سازیم. همه ما خواهان قدری شهرت هستیم. برای نیل به سلامت روان باید تاب دیده نشدن را داشته باشیم. باید در عوض پافشاری خود شیفته‌وار برای قرار گرفتن در کانون توجه گمنامی را بپذیریم و اصلا از آن لذت ببریم. در این حال باید دیده شویم و از دیده شدن نیز لذت ببریم. زندگی ما آمیزه ای از تلذذ حاصل از شهرت و گمنامی است. همه باید با گمنامی سر کنیم و همه به شکلی از شهرت نیازمندیم. خب بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. اگر از این کتاب خوشتون اومده و علاقه‌مند به این بحث‌های روانشناسی فلسفی هستید، حتما این کتاب‌ها رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.